بادکنک ماریتو بردار بادش کن تا آخر. اندازه 5 تا 6 تا بند انگشت بادش خالی کن. حالا بادکنک رو گره بزن. یه مقدار فشار بده، یه قسمتش رو جدا کن. اینکه گلت بزرگ یا کوچیک بشه بستگی به این قسمتی که جدا میکنی داره. هر چقدر بزرگتر بگیری گلت بزرگتر میشه. یه قسمت دیگه مثل همین سایز جدا کن. این رو تو این رد کن. اصلا نمیخواد گره بزنی. میریم برای ادامه. این قسمت اینا رو تو هم رد میکنیم و برای این یکی هم یه قسمت دیگه درست میکنیم. اضافه بادکنک تو قیچی کن. اینم از این قسمت رد کن، فقط دورش بپیچ. خب برای من اینجا جدا شد، اصلا نگران نباش. دوباره بپیچی شکل خودشو میگیره. حالا رو هم بچین، از دو طرفش فشار بیار، یه 2.5 بزن. گل آماده است. من 12 تا گل با رنگ‌های مختلف درست کردم. خب برای ساقه درست کردن بادکنک تو باد کن. تا آخر که باد کردی اندازه 4 تا 5 تا بند انگشت بادش خالی کن. بادکنک رو گره بزن. تهش هم با دستت اینجوری بکش، بادش خالی شو، گره بزن. حالا چرا این کارو می‌کنی؟ برای اینکه گلمون نمی‌خوایم ساقش زیاد بلند باشه. هی بادکنک رو با انگشت فشار بده و با دستت بگیر. به این صورت جداش کن. اینجا رو ول نکنی. یکی از گلاتو بردار، این از بین گل برگا ردش کن. یه دورش بزن. گلا رو که آماده کردیم همه رو یه دسته میکنیم. از یه بادکنک ماری استفاده کن، دور ساقه ها ردش کن. اینو قیچی کن اضافاتشو. خب میتونی دسته گلتو بالا پایینش بکنی، میتونی هم گردش بکنی. یه پاپیون رینگ هم براش بزن. تمام.